يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. درجات هم یک بهانه است که الله مؤمن میبخشه. ولی در این وقت ما که میبینم و رسول الله هم در حدیث بخاری چی میگه؟ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مقبول نیست جزایش مگر جنت. حج مقبول چی را میگه؟ که دور رفض نباشه، گپ فحشا، جدال نباشد، فسق نباشد. ولی حاجی که ایسه کار نکنه ما دیگه ندیدیم. من میگم به اونجا یک جنگ که نکنه، جنگش خازین میچه شروع میشه. از میدگاه که موتر بالا میشه، او چوکی را کشف، چوکی را جنگش از در تیاره بالا شدن جنگ، در داخل تیاره چوکی ها را خوبه بگی نزدیک کلکین باشم زیر سعی کنم. حالا گفتم تو هم چکر زدن آمدی یا عبادت کردن؟ نه، هر جایی که جای بود بشی. فکر میکنه که والا یک تیاره پر میشه من میمانم. من گفتم برین یک سال من رفتم کل پیش من گفتم مدام کون تیاره می باشه. آخر تیاره بودیم، قفایده بود، تشناب همونجا نزدیک بود. خب گپ میشم داخل میشم در تشناب آرام بودم. این شما زده نکن همونجا جنگ در تا شدنش تیاره استاد نکده، وقت آجی ها استاد شد. او که کمی برگ میکنه هفتی سر زن دیگه کرد، او را ده چرا زن مرا زیر پای کردی؟ اینو میشه در تا شدنش جنگ، با در مدر بالا شدن تا ای که اتاق میگیره، در اتاق گرفتن خود چندین جنگ اونجا میزنه. خب دان و پوزش میده شده. برای چی آمدی؟ برای حج آمدیم. بعد از او باست این که فحشا خب بیخی دیگه هر زن اونجا خواهد در کشوره یک چیز پوست نکردی تا آخرش میکنه تا یک جای این برسه که چی بلا هستی دیگه شد تا یک جای میرسه. زنای مردم دیگه شد تا دیگه جای میرسه. این کارام خواست و این قصاب و کوده مارکت ها چه کردیم نه؟ این رو ببین او رو ببین. فسق اونجا نمازا پنجگانه از این خواه است قرار نماز حتی وقت نماز از نمیخوانه نماز پیسه تا در پا بیفته وقت در جیب میزنیش. خب این قیخیان دزدی میکنه. ما دست میاجی ها دزدا یقین که پیسه را در داخل اتاق مانده نمیتونه، اتاق میزنه. اگر در کمربند هم میمانی همین خوشو از بین رفته دستای دینه میشید باشه نه همین فکر توست شد وقت زده سعی که کمربند نیست. اونجا که پیسه تا زد گدایگر میشی دیگه. خوجا کسی نیست، نه خانه است نه دیگه. یک کسی $2000 در جیبش بود، ری سفید بود، بیچاره از بغلان کم پیسه تا گفت کمسه کرد، گفت پیسه نیست و چند زوف کرد بچه. خیلی که 2-3 ساعت بعد باوش آمد گفتم جور شده چه؟ گفت چه گفت شده؟ گفت پیسه گم شده. توبه باز بازش خراب شد. من چم که کی باوش آمده بود. چه قی ظلم است. 400-500 نفر از این مردم افغانا ویزه سرقت هم میگرفتن که زمین آجی ها بزنن. ای تو خراب شده، حالت خراب است. اینی وضعیت آجی افغانستان است. بازم 20 روز که تیر شد حوصله‌اش خلاص. کی میریم؟ رئیس مرا گفت یک نفر آمده میگه رئیس صاحب حج تام کردیم، عمره تام کردیم، 40 نماز تام پورا کردیم، دیگه از ما چی میخوایی؟ یادم رئیس مدینه بود. میگه سینی سعی کردم ایران. گفتم حاجی صاحب همی حج عمره را میاره با ما کردی؟ گفت دیگه چه از ما چی میخوایی؟ روان کن مرا. گفتم حالا اینجا نوبت است، اینجا هر کس میگه من میرم. بیشی اینجا جای عبادت است. مسجد نبوی یک نماز 1000 نماز، اونجا یک نماز 1 لک نماز. چی میخوایی تو؟ نه والا سلیم خلاص شده از افغانستان زنگ میه. کل این ترتیبات گرفتم. کسایی را دیدیم که والله کفریات گفتن به خاطر آمدن کفریات میگن. از اینجا میره مسلمان میه کافر، مردم دست شماش میکنه که یاش کنه. یقین که به کعبه را دشنام داد. اینو شنیدم به میگوش. خود 2 تا جنگ کردن زدن ندانی از او که تو چرا تو میگی؟ گفت چه حال است؟ گفت 40 روزم تیر شدم مرا روان نمیکنم. بعضی میگفت چی بد کردیم که ما آمدیم. اینو میتونم میگم. فقط 20 روز، هم 20 روز که تیر شد وضعش خراب است. هیچ حال است. الله نجات بده. اول ما که فکر میکنم یاجیا 2-3 ماه درس بخوانن عظمت بیت الله دیگه گفته شود. ولی کسایی که میفهمن
همین 40 روز مثل 4 روز تیر میشه. میگه کاش که یک ماه 2 ماه دیگه باشه، خوش می باشه. یکی خوب مشکلات زیاد است. یک کسی که تواناییش چی است همین تنها نبیه، خانمش که تیش باشه، اصلا به خاطر بیخانمی یا وضعیتشان خراب میشه.